امروز می‌خوایم بریم با هم دوربین ثبت وقایع ببندیم روی پیرمرد. مهمترین کاربرد این دوربین اینه که همیشه در حال ضبط و اگه مثل الان دزد بیاد سر وقت ماشین یا خدای نکرده تصادف کنیم، فیلم کاملشو داریم و میتونیم دهن طرفو سرویس کنیم. دوربینی که من گرفتم برند شیائومی و وقتی آنباکسش کنیم اولین چیزی که می‌بینیم خود دوربینه که لنز با کیفیت داره، سیم کشی کامل داره و فندکی برای وصل شدن به فندکی. لنز دوربین رو می‌بینیم که چقدر با کیفیت و اینم ورودی کارت حافظه است برای ضبط تصاویر. برای نصبش مجبور شدم آینه درجه دارمو باز کنم چون خیلی بزرگ بود و جلوی دوربین رو می‌گرفت که درش آوردم و سیم کشی دوربینم از بغل قاب ستون خیلی شیک رد کردم که یه سرش می‌خوره به فندکی که البته USB و به ضبط هم می‌تونیم وصل کنیم. اون سرش هم می‌خوره به خود دوربین و روشن میشه. چسب دو طرفش هم کندم و نصبش کردم و اینم شد نتیجه کار که میتونیم توی هر زاویه تنظیمش کنیم و هر تصویری که خواستیم رو ضبط کنیم که قابلیت پخش زنده توی گوشی هم داره. راستی برای خریدنش هم میتونی به پیجی که توی کپشن تگ کردم پیام بدی.